ولی در مورد رفتن استعداد آلمانی از دسته اسپرین ها باشد همین را میتوان گفت که الکی بر عوض 150 میلیون یورو پیراهن سرخان به بر میکند. نیم حمایتگر هجوم کننده آلمانی فلوریان ویرتز از طرف بایر به لیورپول گزارش انجام داد. ارزش گذاری فوتبال باز چطور گفتیم 150 میلیون یورو را تشکیل میدهد. در این باره روزنامه‌نگاری فعال و خبرکش فابریسیو رومانو در شبکه اجتماعی ایکس سابق توییتر خبر داد. با اطلاع منبع انتقال فوتبال باز 22 ساله الکی عملی گردید. موسم گذشته ویرتز 45 بازی در همه مسابقه ها گذرانیده، مؤلف 16 گل و 15 پرتافت گل آور شده است. با یک گپ دیگر این گزارش ویرتز را میتوان برای سرخان از لیورپول ترانسفری سال هم نامید، زیرا وقتی چنین بازیگران را از چنگال پولداران قدرتمند چون سیتی خپ میزنی، این البته که خود برابر به طی کردن نیم پیراهه قهرمانی است.